على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. خودپسندی، تکبر، غرور. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. الله سبحانه و تعالی می فرماید: به او وحی کردیم که کشتی را در حضور ما و با الهام ما بساز و چون فرمان ما در رسید و آب از تنور بیرون زد، از هر جنس 2 تا و نیز کسان خود را به آن ببر، غیر آن کس که پیش از این درباره او سخن رفته است. و درباره ستمکاران با من سخن مگوی که آنها همه غرق شدگانند. و در سوره دیگر می فرماید: بی‌شبهه خدا آنچه را که پنهان می دارید و آنچه را که آشکار می کنید می داند، همانا او سرکشان را دوست نمی دارد. در جای دیگر می فرماید: آیا می پندارند که آن مال و فرزند که به آنها دادیم برای آن است که می کوشیم خیر به آنها برسانیم؟ نه، آنان در نمی یابند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یک مرد با تکبری بلند با لباسهایش فخر کنان می گذشت. خدا به زمین فرمان داد که او را فرو بر و آن تا روز قیامت در آن باقی می ماند. و در جای دیگر فرمودند: ظالم و متکبر را روز قیامت در شکل مورچه محشور می گرداند و آدمان از روی آنها می گذرند. الله سبحانه و تعالی می گوید: و چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، پس سجده کردند مگر ابلیس که قبول نکرد و سرکشی نمود و از کافران گشت. یعنی ابلیس به سبب خودپسندی، به سبب کبر به آدم علیه السلام سجده نکرد، ناوابسته از آن که او فرشتگان را درس می داد و این علم او هیچ فایده به وی نآورد و این سبب شد که او یکی از بدترین مخلوقان گشت و از درگاه خداوند رانده شد. ایمان هیچ نفعی نمی آورد به آن شخصی که چون ابلیس متکبری می کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: خودپسندی این قبول نکردن حقیقت و تحقیر مردم می باشد. الله تعالی می گوید: و رخساره خود را از مردم متاب و در زمین خرامان راه مرو به درستی که خدا هر نازنده خود ستاینده را دوست نمی دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله تعالی گفته است: عظمت لباس من است، قدرت پوشش من است. کسی را که در این به من مسابقه می کند آن را به آتش دوزخ می افکنم. در دیگر حدیث گفتند: بار بهشت و دوزخ با هم بحث کردند. بهشت گفت: ای خدا، برای چی به من فقط ضعیفان و لاغران وارد می شوند؟ دوزخ می گوید: من باشم جای متکبران و بی‌عدالتانم. خداوند می فرماید: این سرای بازپسین را برای آنان مقرر می کنیم که در زمین تکبر و فساد نمی طلبند و عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. سلمه ابن اقوا گفته است: بار مرد در پهلوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خوراک را به دست چپش خورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: به دست راستت بخور. مرد گفت: نمی توانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: چه خیل نمی توانی؟ تنها تکبر می تواند آن را چنین گرداند. این مرد دیگر نتوانست دستش را بردارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند: آیا شما می خواهید درباره اهل دوزخ بدانید؟ اینها دشمن بی‌رحم، بخیل و متکبر هستند. ابن عمر خداوند از آنها راضی باد از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند که فرمودند: هر آدم متکبر و خودپسند در روی زمین به غضب خدا دچار می شود. در حدیث دیگر فرمودند: اولا این 3 گروه به دوزخ می درآیند: حاکمی به خلق خود ضرر آور، دارنده مال و دولت که زکاتش را نمی دهد،
فقیری متکبر. من چنین می حسابم که درجه عالی تکبر مغروریت به دانش خود و خودپسندی نسبت دیگران از روی این یا آن برتریت می باشد. به این گونه شخص دانش وی یگان فایده نمی آورد. دانشی که برای حیات ابدی گرفته می شود انسان را خاکسار و دلش را آرام می گرداند. او را بر نفسش غالب می گرداند. هیچ وقت بی نظارت نمی گذارد. برعکس همه وقت او را به خود متوجه می گرداند و اصلاح می کند. اگر آن از این خصلت بی نصیب باشد از راه بیرون می رود و هلاک می گردد. درجه عالی خودپسندی این وقت انسان علم آموخته آن را متکبرانه نشان می دهد و به مسلمانان از بالا نگاه کرده شأن آنها را پست می زند. این وقت معنی این حدیث فرا می رسد: به بهشت وارد نمی گردد کسی که در دل یک ذره تکبر دارد. بله برادر و خواهر عزیزم، کبر و تکبر و خودپسندی غروری یکی از گناهان کبیره می باشد و شیطان به انجام دادن این گناه از درگاه الله رانده شد. این یک درس است. ما باید از این درس عبرت بگیریم و به این گناه نزدیکی نشویم. قلبهای خود را از کبر و بدبینی و حسد و دیگر بدیها پاک نگه بداریم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم